مغزی توپی ها یا به اسم اصلیش فری هاب یا فری هاب باری، چیزی که میخوام در موردش امروز صحبت بکنیم. نکته خیلی مهمی هست که خیلی‌ها بهش اصلا توجهی نمیکنن، سرویسش نمیکنن، نگهداری درست ازش نمیکنن، اصلا نمیدونن داستانش به چه صورت هستش. امروز اومدیم اینجا که تمام مسائل رو در موردش صحبت بکنیم و با هم دیگه بررسیشون بکنیم. پس تا ادامه ویدیو رو حتما نگاه کن چون مطمئنا اطلاعات خیلی خوبی رو امروز قراره به دست بیاری. درود دوستان، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. مجیدم از ABR Academy. قبل از هر چیزی حتما کانال دوم منم سابسکرایب بکن، لینکش رو پایین توی دیسکریپشن گذاشتم. توی اون کانال بیشتر داستان دوچرخه سواری از این ور و اون ور کانادا رو قراره که براتون به نمایش بذاریم، شهر به شهرها، پیست های مختلف، مسیرهای مختلف و هر چیزی که توی فعالیت دوچرخه سواری کوهستان و گراول میخواد بگنجه رو ما توی اون کانال میذاریم. پس کانال دوم من حتما سابسکرایبش بکن چون قراره که جاهای خیلی خفنی رو توی کانادا با دوچرخه بهت نشون بدم. بذارید در مورد اصل داستان صحبت بکنیم. اسمش فری هابه. مغزی و موشکی و این چیزها رو بذاریم کنار، اصلا اسمش فری هابه. ما دو مدل توی دوچرخه فری هاب داریم. یه مدل فری ویل داریم که عکسش رو دارید می‌بینید. یه مدل هم فری هاب داریم. خودروهای دوچرخه‌های رده پایین یا کست‌های دوچرخه‌های رده پایین که پیچی هستن و روی توپی عقب سوار میشن و بهشون میگن فری ویل، و توپی‌هایی که کشویی هستن و بهشون میگن فری هاب و اون بدنه اصلیشون میگن فری هاب باری. ما می‌خوایم در مورد این دو تا صحبت بکنیم. فری ویل که اصولا خودروهای 6 تایی و 7 تایی و یک سری 8 تایی ها، دوچرخه‌های رده پایین مثل ویوا و ایمان گالانت و اینا خیلی زیاده. دوچرخه‌های جاینت و اسکات و ترک و اینا هم رده پاییناش دارن این قضیه رو که از همین مدل پشتیبانی میکنن. و فری هاب رو بیشتر چرخ‌های پشتیبانی میکنن که رنج خودروهاشون از 8 تا به بالاست. یعنی 8 تایی، 9 تایی، 10 تایی، 11 تایی و 12 تایی. توی 12 تایی یه کوچولو فری هاب یه تغییراتی کرده که تا ادامه ویدیو رو حتما بهش میگم و بذارید حالا برسیم بهش و در مورد فری هاب 12 تایی کامل صحبت میکنیم. در مورد فری هاب های معمولی ما کلی اطلاعات هست که باید بهتون بگیم که اصلا ساختارشون چجوریه، چجوری کار میکنن، چند تا خانواده دارن، چجوری خودروها آیا روی اون سوار میشه، میتونیم جابجا هم دیگه رو بندازیم، مثلا سدندمون خاصی عوض بکنیم، نیاز هستش که فری هاب اون هم عوض بکنیم یا توپیمون عوض کنیم، آره یا نه. ببینید ما دو مدل همونجوری که گفتم داریم، یه فری ویل داریم، یه فری هاب داریم. فری ویل که همه چیز روی خودش هست و پیچ میشه روی توپیاتون، یعنی توپی رو اگه یک زمان باز بکنید میبینید که فری ویل با خودرو با هم دیگه پیچ میشه و اصولا رده پایین ترین مدل های کست ها و خودروها روی فری ویل ها هستن و ما اونقدر تکنولوژی بالا و خفنی رو روش نمیبینیم. بعد از یه مدتی که کار میکنه، زمانی که چرخ داره میچرخه کار میکنه، تق و توق میکنه، صدای بد میده، صدای خشکی میده و همین باعث میشه یه ذره سر و صدا داشته باشیم. مثلا ما داریم رکاب میزنیم، بعد پامون رو که ول میکنیم وو 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 صدای اینجوری میده، تق و توق میکنه، قرچ قروش میکنه، صدای شکستن میده. خب این نشون میده که متریال داخلش که استفاده شده خوب نبوده. بعضا من خیلی وقتا توپی‌ها رو باز میکنم میبینم که تعداد ساچمه‌هایی که توی اون چیده شده اصلا خیلی کمتر از اون داستانی که باید باشه و ساچمه‌ها رو عوض می‌کنیم، گرچه اصلا میگن که آقا اصلا ارزش این که وقت بذاری روش و تعویضش بکنی یا مثلا هزینه بکنی پاشون نداره. البته این حرفی که اینجا میزنن و اجازه مثلا باز کردن رو به کسی نمیدن، میگن آقا خراب شد صد آشغال یه دونه نو بگیر، یه دونه نو بنداز جاش، به خاطر اینکه هزینه اون لیبر، اون ساعتی که شما بخواید وقت بذارید اون رو بازش کنید، گیریس استفاده کنید، ساچمه استفاده کنید، هزینه‌اش از اون یه دونه که بخواید نو بخرید قاعدتاً بیشتر میشه. به خاطر همین همه دوست دارن که نو بندازن، گرچه نوهایی هم که تو بازار هست، چه شیمانو، چه برند سان ریس، چه برند نمیدونم حالا برندهای مختلفی دیگه، اصلا اون کیفیت خوب رو نداره. ولی خب بعضن خیلی‌ها میگن آقا اینو باز کنید سرویسش کنید دیگه. اوکی، می‌خوایم سرویسش بکنید، دو پله ساچمه داره به اضافه اون خارهای وسطش و یه فنری که این خارها رو همه رو نگه داشته که شما باید اینا رو باز کنید، اگر زنگ نزده بود تمیزشون بکنید و دوباره با گریس خوب اسمبلش بکنید و ستاپش بکنید. خیلی چیز سختی هم نیست، فقط باز کردن اون درپوش روشه که میتونید درپوش رو خلاف عقرب وایساد بازش بکنید، خلاف اون حالتی که پیچ باز میشه بازش بکنید و سرویسش بکنید. این از این بابتش زیادم سخت نیست، اگر خواستین انجامش بدین میتونین این کارو بکنید. حالا من خیلی دیدم با پیش‌گوشتی ضربه میزنم باز، من خیلی میگن آچار مخصوص داره میفته رو دو تا خارها و باز میشه. گزینه بعدی که خیلی مهم هستش فری هاب هستش. فری هاب در اصل میشه گفتش که تکامل یافته فری ویل هست و در خصوص این مسئله ما خیلی مطلب هست که بهتون بگیم. ما دو مدل فری هاب داریم، یه مدل پول یا یعنی خاردار داریم، یه مدل هم رچت داریم که بچه اسم رچت
اولین بار از برند دیتی سوئیس اومد. یعنی دیتی سوئیس بود که رچت رو اختراع کرد و اسمشو گذاشت رچت و اکثرا دیگه تمام برندها با رچت دارن میشناسنش. رچت اصلا اسم برگرفته از برند دیتی سوئیس هستش که اومد روی این مدل طراحی و اختراع اسمشو گذاشت. و خب واقعیتش رچت خیلی بهتر از پول یا خار هستش، به خاطر اینکه درگیری بیشتری داره، فضای خلاصی کمتری داره و خرابی کمتری داره. الان رچت ها دارن پیشرفته تر میشن، رده هاشون میاد بالاتر، مدل های خفنتری داره تو بازار میاد. رچت توسط 2 تا فنر از پشت به همدیگه فیکس میشن و این رچت ها روی همدیگه سایش ایجاد میکنن و تولید صدا میکنن و باعث میشن که چرخ شما به حرکت در بیاد. در حال حاضر یک سری از برندها اومدن رچت هایی درست کردن که مغناطیسی هستن، یعنی اون فنر رو حذف کردن و مغناطیسی اینا دارن با همدیگه کار میکنن. از هر طرف خلاف همدیگه داره رچت ها رو همدیگه فشار میده و داره کار انجام میده. خب از طرفی میشه گفتش که وزن فنر رو کم کردن، حالت پیلود فنر کم میشه. زمانی که پیلود فنر کم بشه، سطح درگیری هر کدوم از این رچت ها با هم دیگه کمتر میشه و باعث میشه که شما اون گیرایی که باید داشته باشه رو دیگه در طولانی مدت نداشته باشه. ولی میان اینا رو با مغناطیس کاورش میکنن. مغناطیس هم دقیقاً همین داستان رو داره، یعنی بازم اونم عمر داره، ولی خب باز به نظر من شاید گزینه خوبی باشه. ولی من فکر میکنم که خطای مغناطیسی مقدار از فنر بیشتره، چون که فنر کاملا دور تا دور رچت رو پوشش میده، ولی مغناطیس اینجوری نیست. امکان داره که بعضی وقتا با زاویه هایی که ما اصلا به چشم نمی‌بینیم رو با هم دیگه درگیری نداشته باشن. البته تفاصیلی بوده که شده توی حالا سایت ها و شرکت ها صحبت میشه در موردش که قاعدتا یه نوآوری دیگه، این نوآوری روز به روز پیشرفته‌تر میشه و میره بالا. کاری نداریم. بیشتر خودروهایی که ما الان داریم استفاده میکنیم یا رچتن یا پول یا خار هستن که این خارها از 2 خار شروع میشه، 3 خار شروع میشه، 9 خار هست، 10 خار هست، 6 خار هست، 7 خار هست. بستگی داره که این مثلا حالا برندی که اون توپی رو میسازه چند مدل خار رو به بازار ارائه بده. هرچی تعداد این خارها بیشتر باشه، صدای تولید شده توسط توپی شما بیشتره. و خار البته یکی از اون مؤلفه‌هاش هستش. یکی از مؤلفه‌های اون فنرهایی هستن که خارها رو سر جای خودشون نگه می‌دارن. که ما 2 مدل فنر داریم. فنر به صورت اسپرینگی داریم، یعنی به صورتی که زیر خارها میفته. یه فنرهایی هم به صورت اسنپ اسپرینگ داریم که فقط دور تا دور توپی شما رو کاور میکنه، که اینها همه برگرفته از یه استراکچر، یه کار هستش. یک سری شرکت ها اومدن اون خارها رو جوری طراحی کردن که درگیریش با دیواره اون رچت، یعنی اون بالا دنده هایی که توی دیواره توپی شما هست، به اون هم میگن رچت. درگیری این خارها با اون دندونه ها رو اومدن مثلا با 2 تا 3 تا لایه بیشترش کردن که درگیری بیشتر باشه. خب مسلما وقتی درگیری بیشتر باشه، خلاصی که شما زمان رکاب زدن توی زیر پاتون بخواید حس بکنید اون خیلی کمتر میشه. ساده ترین مدلش هم 2 خاره که دیگه شاید خیلی از توپی‌های رده پایین و معمولی دیگه کمتر از 2 خار ما نداریم. تک خار که اصلا کار نمی‌کنه. بچه‌ها سرویس فری ها واقعا جزو یکی از سرویس‌های خیلی مهم هستش. یه سری فری ها با کشویی راحت در میان بیرون، مخصوصا توی بلبرینگی ها که خیلی راحت اصلا باز میشن. فقط کافیه که یه مهره کن رو باز بکنی، مهره رو در بیاری، فری ها به صورت کشویی در میان و میتونی فنرها رو هر چند وقته گریسکاری بکنید و تمیز بکنید. نکته خیلی مهم اینجا بهتون بگم که هر گریسی مناسب فری هاپ نیست. فری هاپ گریس مخصوص به خودشو داره که ویسکوزیتش خیلی مهم هستش که چه شماره‌ای باشه، که شما باید از نوع مخصوص فری هاپ استفاده کنید. نه یا گریس مثلا با یه ویسکوزیته مال توپی رو بیاین برای فری هاپ بزنید، یا گریس مثلا کمک رو بیاین به فری هاپ بزنید. هر کدوم از این قسمت ها گریس خاص خودشو داره که باید با توجه به اون جایی که میخواین گریس کاری کنید گریس مخصوص بزنید. که من بعضی وقت دیدم که بچه‌ها فنرها رو گریس زدن، ویسکوزیته گریس بالا بوده، فنر رفته سر جاش اومده برگرده، اون چسبندگی گریس دیگه نداشته این فنر برگرده بالا و عملا فری هاپ شما هرز داشته میچرخیده و هیچ درگیری اون پول یا اون خار با بدنه بالایی نداشته و میگن اچرا زیر پا خالی میکنه. یکی از دلایلش همین قضیه است که گریس مناسب استفاده نکردید. حتما گریس مناسب فری هاپ استفاده بکنید و از سرویس دوره‌ایشو همونجوری که توپی ها رو سرویس دوره‌ای میکنید فری هاپ هم سرویس دوره‌ایشو انجام بدید. اگر بلبرینگی میتونید بلبرینگ ها رو بگین عوض بکنید که دیگه خیلی کارتون راحت تر میشه. در خصوص سایز های فری هاپ اینو باید خدمتتون بگم که فری هاپ های 8 تایی و 9 تایی
کلا مثلا از سایز 31 میلیمتر تا 35 میلیمتر رو ساپورت میکنن. توپیای 9 تایی و 10 تایی و 11 تایی و بعضی از 12 تایی ها 38 میلیمتر رو ساپورت میکنن. این 31 یا 38 میلیمتر اون طول فری هابتون هست، یعنی اون ارتفاع اون فری هابتون هست که خودرو میاد روش سوار میشه. چون بعضی از برندها مثلا 7 تایی یا 8 تایی 9 تایی ساپورت میکنه، بعضی از برندها 9 و 10 و 11 و 12 رو ساپورت میکنه. این بستگی داره که باید ببینید سایز فری هابتون چنده. از بابت قطرش مشکل نداره، استاندارد ثابتی رو داره بجز مایکرو اسپلاین 12 تایی شیمانو که حالا اون در موردش صحبت میکنم. ولی فری هاب های معمولی اگر مثلا خودروتون 8 تایی بود یا 9 تایی بود، اگر خواستین ست 12 تایی بندازید حتما اون طولش و ارتفاعش رو چک بکنید با یه کولیس. اگه 38 بود که ست 12 تایی هم مثلا برند انیکس هم بهش میخوره، ولی اگه 31 بود نمیخوره، یا اگه 35 بود مثلا ست 10 تایی 11 تایی هم روش کاور میشه. که باید خیلی حواستون به این قضیه باشه اگر می‌خواید برندتون عوض بکنید، فری هابتون اولین گزینه چک بکنید ببینید خودرویی که می‌خواید درش بگیرید آیا سازگار با اون فری هاب هست، یعنی اون ارتفاعش اون طول فری هابتون تمام دونه‌های اسپراکت یا کاک‌های خودرو رو کاور میکنه یا نمیکنه. پس این نکته خیلی مهم بود که مورد فری هاب باید در نظر داشته باشید. استرام توی ست 12 تاییش یک مدل فری هاب مخصوص داده که مدل GX XX1 و X01 رو کاور میکنه و این فری هاب به صورت پیچی هستش، یعنی شما خودرو رو که میندازین اون دونه های تعداد اول که داخل میره بعد پیچ میشه. خودرو به صورت کامپکت هستش، یعنی یه تیکه میره داخل جا میفته. این مخصوص سری های GX به بالای سرم هستش، ولی NX و SX اصلا این داستان رو ندارن و با فری هاب های معمولی کاور میشن. از اون طرف شیمانو ماکرو اسپلاین رو ارائه داد. ماکرو اسپلاین در صورت اون دندونه ها یا تیف های فری هاب کوچیک‌تر شده به نسبت نرمال و رگولار و فقط 12 تایی شیمانو رو ساپورت میکنه. هیچ مدل برند دیگه به اون ماکرو اسپلاین نمیخوره. تعداد دندونه‌های ماکرو اسپلاین 10 تا دونه است و خب متاسفانه تمام خودروها به این قضیه مجهز نیستن و شما فقط از خودروهای شیمانو 12 تایی میتونید روی توپی‌های ماکرو اسپلاین نصب بکنید. یا اگر توپیتون معمولیه و می‌خواید دنده شیمانو بگیرید، باید توپیتون رو یا فری هابتون رو عوض بکنید. بعضی از توپی‌ها فری هاب هاشون قابل تعویضه، یعنی شما میتونید اگر توپی فری هابش معمولی بوده کشویی بوده در بیارید، حالا سیستم ماکرو اسپلاین فری هاب ماکرو اسپلاین کشویی بزنید رو همون توپی قبلی خود و ست شیمانو رو سوار کنید. یا مثلا ست اسرم میخوای بگیری میتونی توپی رو در بیاری و فری هاب رو در بیاری کشویی بیرون و مثلا فری هاب XD اسرم رو برداری بندازی رو فری هاب به توپی اصلیت و قضیه حل میشه. یعنی که یک سری از مدل های توپی های کشویی مخصوصا توپی های بولورینگی این قابلیت رو دارن که شما فقط اگر میخوای ست دنده عوض کنی و خودروی اون ست دنده به توپی شما نمیخوره، فری هابشو در بیاری با فری هاب جدید جایگزین کنی و بعد سلام تموم شد. یعنی دیگه هیچ نیاز به هیچ کاری نداری. ولی خیلی از مدل های توپی ها این قضیه رو ندارن و شما اگر بخوای مثلا سیستم دنده 12 تایی XC رو شیمانو رو بندازی یا مدل GX به بالای سرمو بندازی، باید کل توپی رو تعویض بکنی. که من در مورد این قضیه که نخوای تعویض بکنی توی ویدیوهای قبلی توی بررسی ست سرم NX و SX و دیور و SLX و اینا کلا چند بار این قضیه رو توضیح دادم که باید چیکار بکنی که اون قضیه به کار شما بیاد و شما بتونی این کار رو انجام بدی. توی یه گزینه که خیلی نیاز مهم بود و نیاز دونستم اینجا بگم، بچه‌ها هر توپی صداداری توپی خوب نیست. متاسفانه خیلی از توپی‌های آشغال توی بازار اومدن، چینی‌های درجه 2 3 و 4 و 5 6 هستن که اصلا کیفیت ندارن و فقط صدا دارن. حتی اینو بهتون بگم که بولبورینگ‌های توی فری هاب‌های اون مدل‌ها هم اصلا بولبورینگاش توی بازار پیدا نمیشه. یعنی بولبورینگی هستش که سایز مثلا کنس پایینیش با کنس بالاییش اصلا یه سایز متفاوتی هستش و توی چارت اصلی استاندارد بولبورینگ‌ها نیست. و متاسفانه شما مثلا اگه بخوای اون فری هاب و بولبورینگش رو عوض بکنی، باید یه فری هاب دیگه یا از همون برند بریم مثلا بولبورینگش رو بخری که کسی که اون برند رو وارد کرده مثلا باید توپیشو به شما بولبورینگاش یلکش هم به شما بده که شما بخوای اون رو عوض بکنی. خیلی از مهم توپی‌ها این مسئله رو دارن، یعنی اینکه بولبورینگاشون بولبورینگایی نیستن که تو هر بولبورینگ فروشی شما بتونی پیداش بکنی و متاسفانه این سیاست یک سری شرکت هاست. ولی در مورد اون مدل توپی‌های رد پایین چینی که فقط صدا دارن، این تذکر رو بهتون بدم که بچه‌ها توپی‌های خیلی مناسب و خوبی نیستن. شاید 1 سال یا 2 سال براتون کار بکنن و بعد از این مدت شما وقتی بازش می‌کنی می‌بینی که چه
افتضاحی اون تو به بار اومده، دیواره بدنه فری ها خط و خش‌های بدی افتاده، چاله های بدی روی دیواره فری ها افتاده و اصلا کیفیت کافی رو متاسفانه ندارن و فقط تنها چیز دلنشینی که دارن اون صدای زنبوری شکلش هستش که هر کی میگه چه صدای خوبی داره. پس اگر مثلا میخواین یه توپی خوب بخرین با یه فری ها خوب داشته باشه که حالا یا رچت باشه یا 6 خال باشه یا 9 خال باشه یا 3 خال به بالا باشه، برید برند خوب انتخاب بکنید بگیرید. برندهای خوب هم تو بازار ایران هستن که دارن ساپورتتون میکنن و میتونید بگیرید و خیال راحت استفاده کنید که حداقل خیالتون راحت باشه که اگر توپی مثلا بولورین که خریدین و صدادار بود ولی هر چیزی 4 روز دیگه خواستین لوازمش رو عوض بکنید توی بازار لوازمش باشه و مشکل نخورید. خب امیدوارم که تا انتهای این ویدیو خسته نشده باشین و اطلاعاتی که بهتون گفتم مفید بوده باشه براتون. سوالی، مطلبی، هر چیزی که داشتین توی کامنت ها برام بنویسین، مطمئن باشین که استفاده میکنیم. اگر پیشنهاد چیزی هم داشتین حتما توی کامنت ها برام بنویسید. در مورد هر مطلب و موضوع و هر چیزی که خواستین صحبت بشه توی کامنت ها بهم یادآوری بکنید که ما در موردش در برنامه‌های آتی حتما صحبت بکنیم. تا برنامه بعدی خیلی چاکریم.